هلو گایز، چه خبر؟ امیر ایدابلو هستم. خوش اومدید بیبیسی. اومدیم با بازی فروت نینجا، یعنی یه بازی خاطره انگیز وحشتناک. با ساکت شد 2 دقیقه، آهنگ رو مخه. آها چه میگفتم، یه بازی خاطره انگیز واقعا. خیلی یه زمانی ترندترین گیم بود، همه توی بازیشون داشتن، جای اینکه همه سر انگلک کنن داشتن انگشتشون رو میکشیدن رو صفحه. خلاصه که اومدیم یه ریاکتی کنیم، یه لت پلی از این بازی بریم تو خاطرات دانده میشه، از جایی که نسخه جدیدشه و رفتم مودش کردم. اینم بعد من همه چی مود بازی میکنم. نگاه کنید این چقدر نازه، این حرکت خوشیش. اوکی 3 تا مدل داره. زن، این چیه؟ آرکید و کلاسیک. ما کلاسیکشو میریم. کلاسیک. این دوتاش هم نمیدونم چی ان، حقیقتا فعال نمیکنم، میخوام عادی بازی کنم. اینی که من دارم هم ناعادلانه است. این چیه؟ اژدهاست، پشمام. اینطور let's go. 3 تا اشتباه بزنم گیم اوور. این چه وضعشه بابا؟ یعنی چی؟ بیا برو ریدم مرتی که پیر سگ. بیا برو، من دوباره بازی میخوام کنم. دوباره رو باید سریع بزنی، اولش میاره. برو بینیم. بیا بینیم. بیا برو بینم. بوم. اون بیستی که نوشته دوستان الکیه، اونی که رکورد منو مثلا نوشته فیک هستش. وقتی مودشو میریزید همینجوری واسه خودش رکورد وحشتناک بالایی میاره. این چی بود دادم؟ خلاصه که گول اینو نخورید، من اینقدر بازی نکردم هیچ وقت. چند نفرتون با این بازی خاطره داره؟ راستی باید بگم که یه سری خبرهای خوب هم براتون داریم تا همین ماه آینده. به همین ماه اصلا قبل اینکه شهریور تموم بشه یه سری اتفاقای زیبا قراره بیفته برای طرفدارهای ما. حالا میگم بهتون ببره. این چیه یه میده؟ فکر کنم به خاطر این اژدهاییه که برداشتم. اولی شت. و ای ریدم بمب کوفتی، بمب بمب سگ. من تسلیم نمیشم ولی اینو عوض میکنم. این کوفتی کم رو مفت. این چیه؟ اشمام این چه نازه. اینو بردم. اوکی صدای آتش بازی میده. آتش بازی دارم. چهارشنبه سوری خواست. این کوفتی ها رو باید تون میذاری تا بتر. خیلی بد حوث چهارشنبه سوری کردم. یه چیزی بگیرم بتر کنم. شما چهارشنبه سوری چیکار میکنید؟ الهی ندارم برای چیکار کنم. ولو میدونم شهر رو میسه کنیم. ای بابا این چرا همچین بود؟ این رنگی بود. what the fuck؟ توش در بود. این رنگ همه چیز من بود. حالا یه سری بهم میگن چرا داری یه دونه میزنی؟ باید چند تا بذاری که امتیاز بیشتر بگیری. خب نمیخوام، میبازم. من اینقدر حرفه‌ای نیستم که صبر کنم تا همه با هم بیان بزنم. این بگن که اینجوری خودش همه رو با هم بده. اینا چی ان اولش یکم رنگ میگیرن؟ چرا اولش بزنم مثلا اتفاق خاصی بیفته؟ آهان نه هیچ اتفاقی نیفته. این بعضی مثلا بلدن صبر میکنن تا 3 تا با هم بیاد بعد یهو میزنن همش با هم و من اینجوری میریدم اگه بخوام صبر کنم. ریدم از دفعه قبلم کمتر بود. یه دور دیگه بریم ولی این بار اینو باز عوض میکنم. گیتار صدایی نمیده. اینو فعال کنیم ببینیم چیه. همیشه میوه بخورید دوستان. همیشه خدا میوه فراموش نشه. میوه برای سلامتی خوب است. اینجوری نچینید قاچ کنید مثل من. خودم بخورید. نه خودم هم میوه خور نیستم حقیقتا.
خیلی خوب. بم یه مودی داشت یادم قبلا که حالا جدیدن نداره، بمبارم میزدی کاریت نداشت، یه جوری فیری بود، یعنی هر غلطی دلت میخواست میتونستی توش بکنی بی نهایت. فکر کنم زمان داشت، دقیقه یادم نیست. ای نخورد. خیلی خوب، بریم مودل دیگه هم بعد این دست چک کنیم ببینیم چیا هست. ولی تا اونجایی میدونم خیلی قبلا موداش بیشتر بود، الان موداش واقعا کم شده. قبلا مثلا اینقدر مود زیاد داشت نمی‌رسی کدومو بازی کنی، ولی جدیدش که الان ریختم واقعا موداش کم شده. وای خیلی نزدیک بود. شت خیلی داره سخت شد. وای الان یه بوم میده میرینه تو بازی من. فکر کردم این نارگیله بومبه. چرا نمیزنم اینا؟ بکنم رکورد قبلا بود زدم 200 خورده ای بود. نام اون یه دونم رفت. میتونم بزنم اینا برم؟ گیم آور. چه سریع باختم. اینم هست. اینه بریم مدل دیگه چیزی کنیم. چجوری میشه در اومد کانتینیو رو بزنیم بیایم بک. اوکی آرکیدش چیه؟ نمی چک کنیم. اینو شهاب زن، اینو جوهر. نه این چیه جوهر؟ این چیه؟ ولی بازم من این جوهره رو میخوام. بابا چرا جوهره رو نمیاری؟ یه دونه دیگه هم چیزی داره بس بزنم. خیلی خوب 60 ثانیه زمان داره. این دیگه افتادن مهمه. فکر کنم بوم و اینا هم داره. اوکی اینا رو بزنید یه سری مثلا اینا امتیازها رو بیشتر میکنه. اوکی ای اونو ندادم لعنت. ای نشد. وای تو رو خدا نگاه رکورد رو برای من زده، بیشترین رکوردی که یه نفر تو جهان زده. بابا من اینقدر نزدم. این خوب باید زبدری میزدم. این کیف رو بزنم. این استوب میکنه خیلی خوبه کنم خودم های چلاق میکنم. آها این خوبه همین جوری از بغلا میزنه و فقط باید رندوم این حرکت رو بزنی. فقط کسی که قبلا بازی کردن میکنه که باید چه جوری اینه همه رو بزنی. اینو دیدی؟ تغییر جهت داد در به در. ای وای ریدم. آخرش هم اینو میاره که حسابی بزنی و بترسی. 945 تا اوکی. that's nice. اینا هم بهم داد شد 1060. حتی میتونه رکورد 2000 تا یه رو زد و ولی زمان میبره. باید اولی که هم بلد باشی. بریم زن ببینیم چیه. زن چیه؟ این چیه که خوشیه؟ این نداره بینم بگذار ببینم. این چیه کفه؟ ستاره است؟ بزا کسی رعد و برق بشیال بریم اینو. زن زمان داره. خود فوک چی شد؟ اصلا بیدم یکم میمونه وقتی میرم ولی برش نمیده. اوکی فکر کنم برش میده. زنو دقیقا نمیفهمم یعنی چی باید چی کار کنیم. توی چه کنم
چند تایی بزنی بهت زمان میده؟ نه این اتفاقی نمیفته، زمانیه، یعنی فقط بمب نداره. این فرقش اینه. رکوردی که اونجاست دارید این هولی شر، این چیه؟ بود دهنت سرویس، کی زده؟ اصلا علکی نوشته بابا. اصلا میخواه به کسی نشون بدی حال کنه، بگه او تو نکرد بوده کسی داده. من خدای این بازیم پدر سگ. بالاترین رکورد این بازی چنده که این رو زدی برام؟ ریدم توی سازنده این مود. خب بذار خودمون رکورد بزنیم، این چه ازشه؟ تنها چیزی که عادی بود تو همون آرکید نمیتونستی رکوردشو بزنی. اوکی 18 ثانیه مونده و همین نفهمیدم زن چه فرقه، فقط بمب یعنی نداره. نمیدونم. اوه چه حالی میده اینجوری همه رو با هم میزنی، عشق میکنم یعنی. 3 ثانیه تموم. اوکی همون قرمزام نمیده آخره. اوکی هیچی هم اضافه نکرد همین. اوکی ورژن دیگه هم نداره. اوکی این هم بود یه لیتس پلی از بازی فروت نینجا نسخه جدیدش. حالا اگه آپدیت دیگه هم بذاره احتمالا دوباره بذارم، حالا اگه مود جدیدی اضافه کنه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. یادتون نره ویدیو رو بعد دوستاتون به اشتراک بگذارید. نفری برید 10 تا کامنت بذارید. با بقیه ایمیلاتون منو ساب کنید و هر ایمیلی که توی برنامه جیمیل بزنید براتون یه اکانت ثبت میشه. کامنت انگلیسی فراموش نشه که کامنتاتون پاک نشه. خلاصی که ممنون. تا ویدیو بعدی موچ به همتون.